اولوغبек بابابکوف یک ساکن شهر دوشنبه روز 2 فوریه سال 2023 در فیسبوک با نشر چند عکس دو دزد کیسه‌بری که در نقلیات مسافرکش بین بازارهای سخاوت و کاروان به قول کار میکنند از مقامات حفظ حقوق خواسته است که آنها را دستگیر کرده به جوابگری بکشانند و مردم بیچاره را از شر آنها خلاص کنند. به نوشته اولوغبek بابابکوف، رانندگان و پولچینک‌های خطر سخاوت کاروان نیز در این حلقه جنایتی به اصطلاح کوش بوده در عوض همگی 10 سامانی به آنها اجازت میدهند که در داخل واسطه نقلیات آنها آزادانه کار کنند و پول و مال مسافران بیچاره را به یغما برند. اولوغبek بابابکوف می نویسد این نفرانی که در عکس می بینید در خسیر سخاوت کاروان بسیار روبرو می شوند چون جای کارشان در داخل امین نقلیات مسافرکشان است. بار سوم است که با این دو نفر شخصا در داخل نقلیات مسافرکشانی خسیر سخاوت کاروان روبرو می شوم و هر دفعه شاهد آن شدم که از جزدان، بارخلطه و یا کیسه های مردم تلاش دزدیدن اشیاءهای قیمت‌بها و مبلغ می کنند. اما می افزود اولوغبek بابابکوف اصلا در داورش آن است که اکثر رانندگان و پولچینک‌ها این خط سیر آنها را میشناسند و مقصد به نقلیات سوار شدن آنها را میدانند، اما به این نگاه نکرده در عوض 10 سامانی آنها را به نقلیات سوار میکنند تا که آنها مقصد غرضناک خود را انجام دهند. به قول شرایط فراهم میآورند تا آنها قانون شکنی کنند. مؤلف در پایان مطلبش نوشته است که مقصد او این است که مردم آگاه باشند و صید شکار این دزدان کیسه‌بر نگردند و مقامات دخلدار نیز نسبت به این دو شخص چاره قانونی اندیشند. صدها نفر از خوانندگان نیز به مؤلف موازی کرده از مقامات خواستند تا دست این دزدان کیسه‌بر را از جیب مردم هر چه زودتر کوتاه کنند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه هنوز به این مطلب واکنش نکرده است.